سرخط خبرهای مهم. امضای نوی سازشنامه درباره فروش برق تاجیکستان به افغانستان. پایین روی با شدت قرب روبل در تاجیکستان و رید نوبتی مهاجران در ساختمان‌های روسیه. سلام بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می‌گردد. امروز سه‌شنبه 26 نوامبر. تاجیکستان برای فروش برق به افغانستان در سال 2025 قرارداد امضا کرده است. در این باره مسئولان شرکت برشنای افغانستان روز 25 نوامبر در صفحه رسمی خود خبر دادند. با اطلاع منبع این قرارداد را محمد عمر اساس‌زاده رئیس شرکت برق تاجیک و عبدالباری عمر راهبر شرکت برشنا در ترکیه امضا کردند. جزئیات سازشنامه دسترس نیست. شرکت برق تاجیک در این باره یگان شرح نداده و معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2025 به کشور همسایه چقدر برق و به چه نرخ می‌فروشد. قرارداد نوی انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان در حالی است که دوشنبه با حکومت طالبان در افغانستان رابطه دیپلماتی ندارد. گذشته از این، مردم این شب و روز در گوشه‌های تاجیکستان با محدودیت برق می‌گیرند. مقامات همیشه مشکل را به دشواری فنی یا کمبود آب ربط می‌دهند. ساکنان می‌پرسند چگونه تاجیکستان برای انتقال به افغانستان و ازبکستان برق دارد اما برای استفاده مردم در داخل نه. در تاجیکستان ارزش روبل روسی در برابر سومانی با سرعت پایین می رود. اگر روزی سه‌شنبه هفته گذشته 1000 روبل با 106 سومانی برابر بود، صبح امروز بانک ملی 1000 روبل را با 102 سومانی و 60 درم مقرر کرده است. در برخی از بانک‌های تجارتی باشد 1000 روبل روسی با 100 سومانی هم فروخته می شود. بانک ملی چنین روند را شرح نداده است. در برخی بانک‌های تجارتی کاهش قرب روبل را در هفته‌های اخیر بدون شرح بیشتر تصدیق کردند. قرب روبل برای اکثر ساکنان کشور مهم است چون نزدیکانشان از روسیه اساساً پول روسی می‌فرستند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه می‌روند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده‌ها به شمار می‌رود. با توجه به این، هر تغییر در قیمت یا ارزش روبل به وضع زندگی آنها تاثیر می‌گذارد. در نتیجه رید یا عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در ساختمان‌های سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد بیش از 300 مهاجر سنجیده شدند. سنجش روز 25 نوامبر گذشته است. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند 40 مهاجر را در قید حربی گذاشته به آنها دعوتنامه دادند. همچنین به مردانی هم که تازه صاحب شناسنامه روسی شدند دعوتنامه حربی سپردند. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت داشتند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور می‌کنند. بنا به گزارش‌ها تشکیل چنین عملیات و تفتیش‌ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه‌های روسیه مشاهده می‌شود. از ماه آگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیساریات حربی نام‌نویس کند وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. همزمان 20 نوامبر وزارت کار داخلی روسیه به بیکارکنی شهروندی این نفران شروع نمود که سوگند حتمیات نکردند. فیضی اولی وکیل مدافع تاجیک جزئیات بحث دادگاهیش با دادستان کل را شرح داده میگوید بر اساس نشاندادی یک زیرحمایه‌اش از رشوه‌خوری چند کارمند دادستانی نوشت ولی مقامات به جای سنجش و تحقیق مسئله نسبتش پرونده باز کردند. همکارانمان علیشیر ظریفی و براد یوسفی با این وکیل دفاع تاجیک صحبت کردند و گزارشی تهیه نموده‌شان را یکجا می‌بینیم. دادستانی کلی تاجیکستان فیضی اولی وکیل مدافع را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است که خود او چنین اتهام را بی‌اساس می‌داند. فیضی اولی وکیل مدافع تاجیک برای حمایت خود روز دوشنبه 25 نوامبر به دادگاه نویای سینا حاضر شد. او در مرافعه دادگاهی شکایت نسبت خود را بی‌اساس خواند. مکتوبی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوق‌های مرا حمایت که من با این مکتوب به پروکور گنرالی مراجعه کردم. نه به وسایل اخبار نه به اینترنت نه به دیگه چی با تشبوس خودشان به جای آنکه سنجش برند و به جای آنکه دین کنند گناه‌های گفتگی‌های ما را گرفتن چیکار کردن نسبت من. با قول فیضی اولی او از نام یک زیرحمایه‌اش در نامه خود به دادستانی کل درباره رشوه‌خوری چند کارمند این نهاد شکایت کرده است.
دادگاه ناحیه سینا پرونده فیض علی بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ نسبت به پروکورور بررسی میکند. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیض علی را 6 سال زندانی کنند. ما از بالای تفتیشات پروکاتور شهر و رئیس تفتیشات شهر شکایت کردم، با همون عرضه مرا دادن و مفتشا مجبور کردن که وکالت جهان مرا که دست بکشن اینشون دادن بگه که ما با فیض علی خیلی وکالت ندادیم و همین مکتوب ها را پروکاتور رسپوبلیکا گرفته است و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست. یا دست کشیدن و یا دست کشیدن که ما حقیقتا همین که ما گفتیم همیشه ما هم خیلی وکالت دادیم. این همراه شمسلو از سبب اون که به فرزندم یگان تعقیب نکردند و فرزندم رو هم به جنایت نکشن و نسبت من هم خیلی است که من با وای انا امضا نکردم و من با وای خیلی گفتگی نبودم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟ دادستانی کلی تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است و به تماس‌های ما نیز پاسخ ندادند. بحث دادگاه فیض علی با مقامات دادستانی نزدیک 5 ماه ادامه دارد. وی در دادگاه خودش از حقوقش حمایت میکند. فیض علی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کاری مقامات شرح‌ها مینویسد. برخی از کشورهای اروپایی احتمال فرستادن ارتش یا نیروی نظامی از طریق شرکت‌های خصوصی به جنگ علیه روسیه در اوکراین را بحث می‌کنند. نشریه فرانسوی لموند با تکیه به منابعش نوشته است با پرزیدنت انتخاب شدن دونالد ترامپ در امریکا کشورهای اروپایی ترس دارند که شاید امریکا دیگر به اوکراین کمک نکند و این کشور شکست خورد. این نشریه نوشته است که موضوع فرستادن سربازان را بریتانیا و فرانسه بحث کردند. به نوشته لموند گپ سری تشکیل نیروی محافظتی متحدان در اروپا برای کمک به اوکراین به خاطر امنیت در این کشورها می رود. مقامات روسیه گفتند که از این موضوع خبر ندارند. از این پیش امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه موضوع فرستادن سرباز برای جنگ با روسیه را مطرح کرده بود. مقامات روس هشدار دادند که اگر این کار صورت بگیرد پاسخ سخت خواهند داد. از جمله ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آشکارا نهاند کشورهای اروپایی را از سلاح هسته‌ای ترس می‌دهد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 26 ноябри соли 2015 мақомоти душанбе гуфтанд герб ё нишони давлатии собиқ ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон ки дар хиёбони рӯдакӣ ва дар шафати бинои парлумон воқеъ аст барканда мешавад. сутуне бо баландии 22 метр солҳои 1940 ба муносибати 20-солагии таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон бунёд гардида рамзи ҳукумати шӯравӣ дар тоҷикистон буд. ин рамз ҳам дар доираи генплан ё тарҳи бозсозии симон шаҳри душанбе ки аз оғоз баҳсбарангез будааст аз байн бардошта шуд. 26 ноябри соли 2010 мақомоти русия гуфтанд боҷи гумрукии сӯзишвориеро бекор мекунанд ки аз русия ба тоҷикистон ворид мешавад. шарти интиқоли сӯзишворӣ ба тоҷикистон истифодаи он дар бозори дохилӣ ва манъи фурӯши он ба кишвари севум мебошад. соле ба тоҷикистон ва асосан аз русия беш аз 500 000 тонна бензину сӯзишвории дизелӣ ворид мешавад ки ширкати газпром монополисти калони ин соҳа ба ҳисоб меравад. 26 ноябри соли 1946 зодрӯзи ҳунарпешаи театру синамо тағои мурод розиқов аст. солиёни дароз дар театри ҷавонони шаҳри душанбе кор кардааст. солҳои шӯравӣ чандин бор нақши сиёсии доҳии большевиков Владимир Ленинро бозидааст. барои доираи васеи тамошобинон аз рӯи нақшҳояш дар спектаклҳои телевизионӣ ва филмҳои «Ман гунаҳгорам», «Дар орзуи падар», «Нисо» ва ғайра ошно мебошад. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 102 سومونی و 60 درهم، 100 یورو با 1119 سومونی و 100 دلار را با 1067 سومونی مقرر کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. اخباری از این بیشتر را دوام روز در سامانه و صحیفه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا کنید.
تا فردا خیر.